بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. در قسمت عبادات زبانی ما شما خواندیم که اولین عبادت از عبادات زبانی حمد و ثنا بود. دومی عبادت زبانی که دیروز خواندیم شکر بود. سومی عبادت زبانی ذکر است. ذکر در لغت ضد نسیان و فراموشی استعمال میشه. مثلا یک چیز یاد میکنی و به معنای محافظت و صدا و ثنا و دعا و مواظبت استعمال میشه. در قرآن عظیم الشان ذکر به معناهای مختلف آمده است. یکی از معناهایش یاد کردن است، مطلق یاد کردن، مثل که یوسف علیه السلام بر از امو کسی که خوابش تعبیر کرد، امو کسی که فهمید که نجات پیدا میکنه بر از او گفت که اذکرنی. دید اینجا کلمه اذکرنی را؟ اذکرنی عند ربک، گفت مرا یاد کو و پیش امو مولا و بادارت. پس اینجا ذکر به معنای یاد کردن شده در سوره یوسف علیه السلام آیت 42. واذکر فی الکتاب موسی، اینجا هم ذکر به معنای یاد کردن است، یعنی یاد کو در کتاب، یعنی چیه؟ موسی علیه السلام. دوم به معنای قرآن هم استعمال شده. و هذا ذکر مبارک انزلناه. ذکر مبارک چی است؟ اینجا ذکر مبارک یعنی قرآن عظیم الشان در سوره انبیاء آیت 50. سوم به معنای تورات و کتاب‌های سابقه هم استعمال شده. فاسألوا اهل الذکر، شما پس سوال بکنین از اهل ذکر. اهل ذکر کی هستن؟ یعنی انسان‌های متخصص و مسلکی که در کتاب‌های سابقه اونا چی دارن؟ تخصص داشتن. چهارم به معنای شرف استعمال شده. و انه لذکر، الله متعال میگه یقینا که قرآن عظیم الشان لذکر لک و لقومک، چی معنی؟ یعنی شرف است، عزت است برای خودت و برای قومت. به معنای اطاعت هم استعمال شده. الله متعال میگه فذکرونی، مرا اطاعت کنین، اذکرکم تا من شما را یاد بکنم. به معنای بیان کردن هم آمده است. و عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، شما تعجب کردین وقتی که آمد بر شما بیان یا احکامی از جانب پروردگارتان. سوره اعراف آیت 63. ذکر به معنای نمازهای پنجگانه هم آمده است. الله متعال میگه در سوره بقره آیت 239 فإن خفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم، پس وقتی که شما در امن شدین، یعنی در اونجا اول قسم بود که شما استاده هم نماز بخوانین و میتونین که در صورتی که سوار هستین هم نمازتان بخوانین. مثلا یک نفر میترسه از دشمن، مجاهدین برشان حکم شد که شما استاده پای میتونین نماز بخوانین، هیچ سجده و رکوع نکنین یا به اشاره بخوانین، او رکبانن یا سوار هستین بالای امو اسبتان نمازتان بخوانین. فاذا امنتم، پس هنگامی که در امن شدین، فذکر الله، اینجا گفته فذکر الله کما علمکم، یعنی صلوا کما علمکم، اما تو نماز بخوانین که بر شما تعلیم داده شده است. به معنای نماز جمعه هم میایه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، وقتی که ندا شد، آذان شد به نماز جمعه، شما سعی و تلاش بکنین به چی؟ به ذکر الله. چی معنی اینجا ذکر الله؟ یعنی برای نماز جمعه.
سعی و تلاش بکنین که برین به طرف چی؟ به نماز جمعه. به معنای نماز عصر هم آمده فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. حب خیر میگه من دوست داشتم. سلیمان علیه السلام میگه، سلیمان علیه السلام میگه من امیز اسبا را خوش داشتم. احببت حب الخیر، اینجا اینا منظورش اسبها هست. اینمی چیزهایی را که من خوش داشتم یا مانع چی من شدن؟ عن ذکر ربی، یعنی نماز دیگر مرا ناوقت کردن. اینجا به معنای نماز عصر است. نوم به معنای رسول هم آمده ذکر. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. بر شما الله نازل کرده کی نه؟ ذکر، یعنی اینجا یعنی پیغمبر را بر شما نازل کرده. پس به معنای پیغمبر هم آمده است. اقسام ذکر. ذکر چند قسم است؟ علمای اسلام میگن که ذکر 3 قسم است. ذکر چند قسم است؟ اولش ذکر توحیدی هست، دومش ذکر شرکی هست و سومش ذکر عادی هست، عادی طبیعی. ذکر توحیدی کدام یکی است؟ ذکر توحیدی است که انسان متعال الله متعال با زبان، با قلب، با ایمان و با یقین یاد میکنه. این ذکر توحیدی که است باز درجات داره. یک کسی الله را یاد میکنه با ذکر توحیدی، مثلا با لسان با زبان یاد میکنه. اینی کسی که با لسان و زبان خود الله را یاد میکنه، این درجه اولی هست. درجه اولی یا ابتدایی. درجه اولی که عالی ترش کدام درجه هست؟ که کسی الله متعال ذکر میکنه با حضور قلبی. یک نفر مثلا تسبیح دستش هست که مثلا تسبیح میگم را دست کن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فکرش نیست. این هم ذکر است لکن این عادی هست. اگر میخواین که ذکرتان رتبهش عالی تر و بلندتر باشه، باید با قلبت سبحان الله در قلبت هم حاضر میکنی. ای باز با حضور قلبی وقتی که می سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. اینال درجات انسان با بلندی درجه عبادت، درجه انسان بهتر شده میره. میخوای درجه تان بلند شوه، عبادت بلندتر بکنین. عبادت پایین هم هست، وسط هم هست، عالی هم هست. اینال ذکری که با حضور قلبی هست، ای چی است؟ درجهش بلندتر است که هم زبانت اشتراک کنه هم قلبت با او باشه. درجه اعلایش که از این کدام خوبتر است که زبان با حضور قلبی و تعظیم الله، یعنی هم با زبانت ذکر الله را بکنیم و هم قلبت یاد الله را بکنه و هم عظمت الله در قلب تو در جریان ذکر به این فکر باشی که من در مقابل ذات بسیار با جلال و با عظمت ایستاده هستم. باز برای تو بسیار خوب خشوع و تواضع و عاجزی پیدا میشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کی کامیاب میشه؟ الله میگه کسی کامیاب میشه که در عبادت خود عظمت الله را در قلب خود جاگزین بسازه. بازی انسان باز با بسیار خشوع و عاجزی و تواضع و گریه و عذر و نیاز الله را عبادت میکنه. پس این مقام چی هست؟ درجه عالیش است. درجه بسیار عالی ذکر چهارمین، مقامات بلند شده میرن که امی ذکرت در بین نمازت بکنی. چه قسم؟ مثلا در نماز
وقتی که رکوع میکنی سبحان ربی العظیم در داخل نماز باشه، قلب تا هم جاگزین باشه، قلب تا هم عظمت الله هم باشه و در مقابل الله در نماز میگی سبحان ربی العظیم. و بسیاری اذکار دیگه هست در نماز، در رکوع مثلا میگی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. این مقامش بسیار بلند است. اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت، ركع لك سمعی و بصری، خشع لك، خشوع نمود برای تو یا الله. در رکوعت میگی در داخل نماز. فرق بین نماز ما و نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اذکار و دعاهای خود در داخل نماز میکرد. در چه وقت انجام میداد؟ در داخل نماز. کل اذکار و دعاهایش در داخل نماز بود. در وقتی که نو استاد میشد سبحانك اللهم و بحمدک، باز دیگه نماز تو نمیکرد عادت شود. چرا آدم اذکار مختلفه که بخونه باز نماز عادت نمیشه، عبادت میشه. در یک وقت نماز که سبحانك اللهم بخوان، باز نماز دیگه میگه، باز میگه که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. در رکوع یک دفعه میگه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 7 مرتبه 9 مرتبه 11 مرتبه. باز دیگه دفعه که رکوع میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم باز چی میگفت؟ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. این چند دفعه میگفت. در دیگه رکعت سومیش باز مثلا اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت، خشع لك سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و ما استقل به قدمی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده وقتی که میرفت اذکار زیاد داشت. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع ذکر میکرد. در سجده سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره. اینی اذکار توحیدی هست. خب این درجه چی هستن؟ که در نماز و جهاد و حج و عبادت یا هم تو چی کنی؟ ذکر الله را بکنی. بازی بسیار درجه عالی داره. درجه عالی چی است؟ که بازی تمام اذکار را با بسیار اخلاص بکنی. مخلصین له الدین، بسیار با اخلاص باشه. انواع ذکر توحیدی ما خواهد گفتیم اقسام ذکر است که 3 قسم بود. حالا ذکر توحیدی چند نوع هست. نوع اولش ذکر توحیدی علما میگن که 3 نوع می باشه. ذکر زبانی هست که با الفاظ چی میشه؟ تسبیح، تحمید، تجمید، تمجید. با این از الفاظ ذکر الله را میکنی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اینی اذکار هست که انسان با زبان ذکر میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بسیار ذکر الله را بکنین، یاد الله را زیاد بکنین. و سبحوه بکرة و اصیلا. و صبح و شام تسبیح الله را بکنین. قسم دوم ذکر قلبی هست. این ذکر قلبی چی قسم حاصل میشه؟ با تفکر در دلایل وجود ذات الله، صفات الله، در کل ازی تفکر بکنی. در عبادت الله، در اسرار خلقت الله. بخوانید قاری صاحب سوره رعد آیت 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله متعال میگه شما مؤمنا را میشناسین؟ بنده های مؤمن مکی هست. الله متعال بنده های مؤمن خدا معرفی میکنه، میگه الذین کسانی هستن آمنو. بنده های مؤمن ما کسایی هستن که ایمان آوردن
و قلبشان اطمینان پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. با چی؟ با یاد نام الله. وقتی که برش سختی آمد، مشکل آمد، در هر وقت الله را یاد میکنه، اونجا باز قلبش آرامش پیدا میکنه. خیلی وقتی که با ذکر الله قلب انسان مؤمن آرامش پیدا میکنه، خیلی موسیقی چی هست؟ میگه با این نفس انسانهای فاسق مست میشه. اینال غذای روح مؤمن چی هست؟ قرآن عظیم شان است، کلام الله هست، ذکر الله هست. با این انسان آرامش پیدا میکنه. اینال فاسقا با چی روحش آرامش پیدا میکنه؟ با موسیقی. الله متعال میگه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. الا و مردم آگاه باشید. الا یگان تا باز الا چی معنی میده؟ آگاه باشین. یگان تا رو باز ببینید که چیز یاد نداره، می آزانه الله اکبر الله اکبر یاد نداری نتی آزان؟ الله اکبر الله اکبر دیدی نه یگان تا رو این آلو دازان باز خودش چی میگه؟ میگه دازان 7 تا کفر است. خیلی کفر اولی دمی شد. او میگه الله اکبر، الله که ذات ذوالجلال و الکرام اسی بزرگ است. این چی میگه؟ الا میگه الا. آگاه باشین که بزرگ است. آگاه باشین بزرگ است. این 40 سال ز عمر عزیزت گذشت، هنوز مخارج را دندانهایت یاد نکرد. چقدر سخت است. مثلا انگلیسی رو یاد بگیریم، فرانسوی رو یاد بگیریم. بسیاری کسا رو بگی بخوان قرآن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، باز بگی بگو مبارک باشه، باز انگلیسی باز چی میگه؟ کانگراچولیشن. باز ما که میگم کانگراچولیشن، نه استاد شما خوبش تلفظ نکردین. خب خیلی چی قسم؟ تو بگو کانگراچولیشن. سیکو چقدر در وجود دقت میکنه. اما باز اگر بگوی قرآن بخوان، باز قرآن در یک سوره فاتحه 15 جای غلطی میکنه. این حال اگر قلب ازی با قرآن اطمینان حاصل کنه، با کدام قرآن؟ قرآنی که نازل شده بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که را با لفظ خوبش بخوانید، می قلب انسان تاثیر میکنه. الا آگاه باشین، الله میگه آگاه باشین او مردم، به ذکر الله تطمئن القلوب. قلبها، ارواحها با چی آرامش پیدا میکنن؟ با یاد الله. اگر مؤمن هستین. اگر نه که مؤمن نیست، دلش. نوع سومش ذکر با جوارح هست. جوارح چی هست؟ یعنی اعضای بدن. انسان میتونه که با اعضای بدن خود عبادت و ذکر الله را بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفيكم إن شاء الله. المائدة 91. اینجا الله متعال میگه انما یقینا که شیطان یرید و میخواهد ان یوقع، که واقعی کنه. سعی قرآن شریف ترجمهش آسان است، کل کلمات فارسی وارد. سعی کن. انما یقینا که یرید و اراده میکنه، شیطان و شیطان اراده میکنم فارسی، شیطانم فارسی، ان یوقع که واقعی کنه، بینکم در بین شمایان فارسی، العداوت عداوت را، والبغضاء و دشمنی را، فی الخمر در شراب، والمیسر در قمار. یعنی خمر و میسرش عربی دیگه کلش چی بود؟ ما و شما در فارسی استعمال میکنیم. ترجمه قرآن چقدر آسان است. الله میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر. میگه ما قرآن بسیار برای ذکر کردن آسان ساختیم.
بعضی کسان میگن ای قرآن بسیار سخت است، ضد سخن الله سخن میگه. الله متعال میگه که او مردم متوجه باشین که شیطان اراده کرده که در بین شما عداوت و دشمنی و بغض واقعی کنه، ایجاد کنه با دو چیز خطرناک. اول شراب است، دومش چی است؟ قمار. این دو چیز که آمد باز یاد الله از پیشت میره. قمارباز شرابخور بسیار کم است که عبادت الله را بکنن. چرا؟ وقتی که در قمار شراب گیر آمدن باز که نمازایش میره و میره و دیگه چی؟ و یصدکم عن ذکر الله، به بین دشمنی را هم ایجاد میکنه و شما را مانع چی میشه؟ ذکر الله اینجا چی است؟ اطاعت و عبادت الله با تمام اعضای بدنتان. این قسم تفسیر کنیم و یصدکم و مانع میشه شما را عن ذکر الله. از چی؟ از طاعت و عبادت با تمام اعضای بدنتان. و عن الصلاة و از نماز که یکی از عبادت ها نماز است. شراب که خورد نمازش رفت میمانه. قمار هم کشیشت، همین لدو بازار را سعی کنی بعضی اوقات دزمه موترش میبره یا هنوز دم لدوی خود دم بغلک شیشته. فهل انتم منتهون، الله میگه آیا شما دست میکشین؟ آیا بس میکنین از این دو چی عمل زشت و یا نه؟ توبه کنین، دوری کنین از این گپا. چی موبایلکی باشه، چی قطعکی، چی قازقازکی. حالا قمار که است، بعضی قمارها که است تو کتی چیز دانگکای جور میشه، کتی گچ و هم قمار است. بعضی قمارها کاغذکی هست مثل قطع بازی یا هم قمار است. و بعضی قمارها چی است؟ موبایلکی هست. اینال قمار است ولو که اشکالش چی شوه؟ تغییری بکنه. بعضی قمارهای کلاسیک است، بعضی قمارهای مدرن. پس قمار است، گناهشون هم گناه هست. خب در آیت دیگه هم که پیشتر خواندیم که فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع در سوره جمعه. این چی هست؟ یعنی شما سعی بکنید به چی؟ به عبادت و اطاعت الله. خب اولش به معنای طاعت و عبادت بود، دومش به معنای عبادات بدنی. مثل چی؟ مثل نماز. فسعوا الی ذکر الله یعنی سعی بکنید به نماز الله که نماز جمعه هست. و ذروا البیع سوره جمعه آیت 9. سومش عبادات فکری هست. مثلا چی است؟ ذکر با فکر و پند گرفتن. این هم یک عضو بدن انسان است، با دماغ و مغز و قلبت. زیاد آیات قرآن است میگه لعلهم یتذکرون و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی یاد نمیکنن، فکر نمیکنن، توجه نمیکنن مگر صاحبای قلب سالم. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. این یا کلش چی هستن؟ عبادت های بدنی هست که بعضی اوقات با اعضای بدن میشه، بعضی اوقات با فکر و مغز انسان میشه. بعضی از علما میگن که ذکر توحیدی 7 قسم میباشه. بعضی علما گفتن که ذکر چند قسم است؟ 3 قسم است. بعضی علمای دیگه میگن که ذکر 7 قسم است. چه قسم؟ میگه ذکر چشم چی است؟ که تو به خاطر ترس الله اشک بریزانی. این ذکر با چشم است، عبادت الله را با چشمت کردی. ذکر گوش ها چی است؟ با شنیدن کتاب الله و سنت رسول الله و درس قرآن و سنت است. ذکر زبان چی است؟ میگه با ثنا گفتن است که ثنا و صفت الله را میگی. ذکر دستان چی است؟ با عطا هست، بذل و بخشش. ذکر بدن چی هست؟ با وفا هست که بدنت مطابق حکم الله استعمال کنی، بی وفایی نکنی که با الله گفتی که ما تمام ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. با وفا ذکر بدن، هر عضو باید حقش ادا بکنی، در عبادت الله را مشغول بسازی.
ششم ذکر قلب است. ذکر قلب چیست؟ خوف و رجا. و هفتمش ذکر روح است با تسلیم و رضا. تسلیم به حکم الله باشی و رضایت از فرمان الله باشی. فتح الباری شرح صحیح البخاری 11 212 213. علامه ابن قیم رحمت الله علیه چی میگه؟ او میگه ذکر نامها و صفات الله، امر و نهی، ذکر با کلامش که با معرفت ایمان باشد و با صفات جلالش یاد شود و این بدون توحیدش ممکن نیست. این حال اگر یک نفر در وجود شرک باشه که هر قدر که کارها را کنه به نفعش نیست. اساس ازی باید چی باشه؟ باید توحید باشه. انسان موحد باشه. باز وقتی که ذکر میکنه باز رسول الله صلی الله علیه و آله کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه بسیار خفیف از در زبان، ثقیلتان فی المیزان، میگه در ترازی میزان بسیار گرنگ است. چی است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. لیش یا جماعت الخیر، چرا این قدر بسیار گرنگ است؟ میگه به خاطر ازیدا گرنگ است که وقتی اساسش توحید باشه، سبحان الله میگه که یعنی الله از تمام عیب هایی که مخلوقات داره پاک است. این معنای سبحان الله است. و بحمده و الله متعال همچی معنی دارای تمام صفات کمال است، ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات. پس اگو سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این دو کلمه هست که سبحان الله و بحمده. و رسول الله صلی چی میگه؟ همیشه در بعد از نماز صبح که تا پیشین میشیشت اذکار داشت. یکی از اذکارش شمی بود 100 مرتبه سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده. در نماز سبحان الله با یکی از اذکار دیگه هم در مو وقت می است که سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. سبحان الله و بحمده، سبحان الله، پاک است الله متعال از تمام عیبها و نقائص. و بحمده و حمد و ثنا و صفت است به الله متعال. به چی اندازه؟ عدد خلقه، به اندازه تعداد مخلوقاتش. و زنة عرشه و به اندازه وزن عرشش. سبحان الله. و عرش الله که از چقدر بزرگ است. تو میگی به اندازه عزیز سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه، به اندازه که الله راضی میشه. چه خوب یک سری یاد بگیریم چقدر ترازوی میزان پر میشه. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. فهمیدین یعنی این چقدر؟ این بدون توحید حاصل نمیشه. اگر تا توحید یاد نداره در شرکیات مبتلا است، نه بازی گپا برش هیچ فایده نیست. اول خاطر است که ما و شما به منهج رسول الله صلی الله علیه و آله بسیاری کسا. رسول الله صلی بعد از نماز صبح نماز که میخواند در مسجد میشیش در جای نماز خود تا وقت اشراق. باز اینجا الله متعال با اینمی اذکار یاد میکن. بسیار اذکار است، اذکار صبح و شام، خصوصا از وقت تا وقت بسیار اذکار است. ماشاءالله. میگفت فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. زیاد اذکار هست که این انشاءالله تعالی انسان وقت داشته باشه که در اذکار درس بگیره. اذکاری که رسول الله صلی الله علیه و به نام مناجات رسول الله صلی الله علیه و کتاب امیل نوشته میکنم که بخیر اگه تکمیل شد بازی رو در خطبه ها و درس ها سرشید میکنم. علامه ابوالفرج ابن جوزی رحمه الله، این دیگه است. ابن قیم جوزی دیگه است، این ابوالفرج ابن جوزی. ابوالفرج، فرج اینجا به معنای چی میشه؟ به نام گشایش. ابوالفرج ابن جوزی رحمه الله میگه ذکر فقط دو حالت داره که دو حالت حقیقی و اصلی هستن. یکی ذکر قلبی است، دیگه ذکر
زبانی هست و دیگاهش که هست باز میگه و کلمه ذکر بر از اونا استعاره گرفته شده. اصل ذکر همین ذکر زبانی و قلبی است. یک نظر از این عالم است، علما هست، هر کدامشان گپایشان بسیار با ارزش است و احترام علما را بسیار زیاد داشته باشین، چون در منهج کتاب الله و سنت رسول الله صلی بر یک مسلمان همی هست که در مورد صحابه، تابعین، تبع تابعین، علمای اسلام بسیار با ادب باشه انسان. خب منزلت و فضیلت ذکر الله سبحانه و تعالی چی است؟ ذکر الله بسیار مقام و منزلت داره. ذاکرین، کسایی که ذکر الله را میکنن پیش الله بسیار عزت دارن، بسیار با عزت هستن. ولی فکرتان باشه که ذکر از 70 و چند شعبه ایمان یک شعبهش است. اتو نشه که انسان فقط در یک شعبه خود بند کنه، در 73 مضمون 74 مضمون ناکام بونه، در یکی خوب 100% بگیره. نه، باید در کل مضمون آدم چی نمره عالی داشته باشه. ذکر مقام و منزلت بسیار عالی داره، بسیار مقام و منزلت عالی داره. این مقام و منزلت ذکر از چی میفهمیم؟ از آیات قرآن. چون مقام ذکر بسیار بلند است، الله متعال امر کرده به ذکر توحیدی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنان، شما الله را یاد کنین بسیار زیاد. از این خاطر اگر شما زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانین، رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی سحری از خواب میخیست، اذکار بسیار داشت، کمی آیات قرآن کلش رو تطبیق میشد. با نماز صبح که میخیست، بعد از نمازهای 5 وقت اذکاری که داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بین نماز صبح تا اشراق اذکاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، بعد از دیگر تا شام اذکاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، در وقت خواب اذکاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، در وقت خوردن، در وقت نوشیدن، در هر لحظه که ببینی امی امر الله را رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکرد که اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. دوم ارزش ذکر در چی هست؟ در این است که الله متعال میگه که شما قلبتان از غفلت و فراموشی دور کنین. واذکر ربک فی نفسک، پروردگارت در دلت یاد کو، تضرعا، با بسیار تضرع، و خیفتا، و با بسیار خوف و ترس. وقتی خوف الله در قلب انسان باشه، باز تمام اعضای بدن انسان در خشوع می باشه، در عاجزی می باشه. این حکم الله هست. ذکر بکنین، لکن ذکرتان چی باشه؟ با تضرع، عاجزی و خیفتا و ترس. و دون الجهر من القول، بسیار چیغ نزنین در ذکر. چرا؟ الله سمیع و علیم است. یک تعداد اشخاص در یک جای می رفتن، وقتی که ذکر شد باز یا چی می کردن؟ یا بسیار چیغ می زدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که اربعوا علی انفسکم. حدیث بود، من خوانده بودم، اربعوا علی انفسکم. این حال مثلا در مکتبه شامله وقتی که شما برین، کاش که مکتبه شامله کلتان داشته باشین، باز اینجا بیاین مثلا کتابای متون حدیث باز کنین، باز اینجا میبینین که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این کتاب البانی هم کتابای صحیح زیاد داره، مجموعه کلها را اختیار کنین. باز وقتی که اینجا آمدین، حدیث اربعوا علی انفسکم. در یک حدیث است و عند البخاری من حدیث ابی موسی الاشعری رضی الله عنه، میگه ابو موسی اشعری رضی الله عنه یک صحابی بود. چی گفت؟ کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی سفر، میگه ما همراه رسول الله هم در سفر بودیم. فکنا اذا علونا کبرنا، میگه وقتی که ما بالا میشدیم الله اکبر چیغ میزدیم. فهمیدی؟ یعنی یگان کجا که بالا میشیم الله. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، سر نفسایتان رحم بکنین. چری کارا میکنین؟ سعی کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم از چیغ زدن منع کرد. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا،
شما کسی را که نمیشنوه و یا غائبه سور خود صدا نمیکنین که چیغ میزنین، ولکن تدعون سمیعا بصیرا، ذات را شما طلب میکنین که سمیع و بصیر است. دمی زبانتون که بگی الله اکبر سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر با تضرع و عاجزی. این چی است که چیخ میزنید؟ یگان جای سعی کنی که نعره تکبیر، باز یگان جای میگه تکبیر نارش. چی ضروری است؟ کلش اینمی کارایی است که این مردم ها خود مصروف ساختن و آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بسیاری جای چی میکنن؟ فراموش میکنن. الله متعال میگه واذکر ربک فی نفسک، الله را در کجا؟ با نفست، با خود. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، تضرعا، با بسیار عاجزی. سبحان الله، یا الله تو بسیار پاک هستی، من بسیار انسان ضعیف هستم، یا الله تو غفور هستی، یا الله تو کریم هستی، یا الله تو رحیم هستی، یا الله تو تواب هستی. این حالت و خیفه و از الله بترسی، قلبت پر از خوف و رجا باشه. و دون الجهر من القول، بسیار چیغ نزن. بالغدو والآصال، در صبح والآصال شم. ولا تکن من الغافلین، الله میگه کسی که یاد الله را نمیکنه غافل است. قلبی که یاد الله را نمیکنه قلب غافل است. از این خاطر الله میگه ولا تکن من الغافلین، از جمله غافلان نباش. دیگه منزلت مقام ذکر چی هست؟ که ذکر توحیدی سبب چی میشه؟ کامیابی میشه. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ساکن جا میگه زیاد الله را یاد کنین، زیاد الله را یاد کنین، شاید که شما کامیاب شوین. امی ذکر سبب چی شوه؟ اینه ذکر چقدر ارزش داره که انسان کامیاب میسازه. الله متعال ذاکرین بسیار توصیف کرده. بخوان قاری صمیمی را سوره احزاب آیت 35. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين یقینا که مسلمان ها، مردهای مسلمان، والمسلمات و خانم ها و دخترهای مسلمان، والمؤمنین و مردان مؤمن، والمؤمنات و خانمها و خواهرها و دخترهای مؤمنه، والقانتین و مردهای فرمان بردار، والقانتات و خانمهای فرمان بردار، والصادقین و مردهای راستگوی، والصادقات و خانمهای راستگوی، والصابرین و مردهای صبر کننده، والصابرات و خانمهای صبر کننده، والخاشعین و مردهای خشوع کننده، والخاشعات و خانمهای خشوع کننده، والمتصدقین و مردهای صدقه دهنده، والمتصدقات و خانمهای صدقه دهنده، والصائمین و مردهای روزه گیرنده، والصائمات و خانمهای روزه گیرنده، والحافظین فروجهم و مردهای محافظت کننده بر شرمگاه هایشان و خانمهای محافظت کننده، والذاکرین الله کثیرا و مردهایی که الله را بسیار ذکر و یاد میکنن، و الذاکرات و خانمهایی که الله را بسیار ذکر میکنن،
کسی که می صفات داشته باشن، چی مردها باشن، چی خانمها باشن، چی دخترها باشن، چی پسرها باشن، اعد الله لهم، آماده کرده الله متعال برشان مغفرت و اجرا عظیم، و اجر بزرگ که جنت الله. سوره احزاب آیت 35. پس هی از عظمت و بزرگی چی؟ پنجم، خسارت در مشغول شدن از ذکر توحیدی به کار دیگر. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا لا تلهکم، شما را مشغول نسازه اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. سیکو اگر مال حلال هم داشتی، اولاد هم داشتی، مال داشتن اولاد داشتن بد نیست، لکن اگر این مال اولاد شما را از یاد الله غافل ساخت، و من یفعل ذلک، اگر باز این دو چیز شما را غافل ساخت از ذکر الله، میشه که اولاد هم داشته باشی، مال هم داشته باشی، ذکر الله را هم داشته باشی. یعنی برای کلش تقسیم اوقات جور بکنی، چه وقت کار بکنم، چه وقت نفقه داشته باشم، چه وقت ذکر الله را بکنم. و من یفعل ذلک، اما اگر کسی اولادهایش و نفقه خانمش و فامیلش و اولادش و مالداریش و تجارتش ایره از یاد الله غافل ساخت، فاولئک هم الخاسرون، یا نقص کردن. انسان هر دو را میتونه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. اگر انسان همین وقتهای خود که بیهوده مصرف میکنه برای یک تقسیم اوقات منظم داشته باشه، هم مشکلات فامیلی و خانوادگیش حل میباشه و هم ذکر الله را میکنه. یک نفر پیش یک عالم آمد، برش گفت که من بسیار در زندگی مشکلات دارم و در چیزا مشکل دارم، در این نفقه و گپای خود. دو عالم برش گفت که تو تقوا اگر می داشتی همین دو مشکل تو رفع میشه، چرا الله متعال وقتی که یک قانون گذاشت او را تطبیق میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای حقیقی داشته باشه، در اون 6 بخش تقوا، الله دو چیز برش میده، سختی های زندگی برش آسان میسازه و یرزقه من حیث لا یحتسب، تو رزقش الله برش میرسانه که تو محاسبه نکرده، پیش خود هیچ گمان نکرده که این قسم روزی می دروازه‌های رحمت الله باز میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل می قریه ها ایمان و تقوا می داشتن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، الله میگه برکت های آسمان زمین بر زنا، از آسمان قبرشان باران می آوردیم که حاصلات می بود، حاصلات می بود، لکن چون ایمان و تقوا ندارن، صحیح شد نه، ذلیل و خوار هستن. پس این ارزش چی است؟ ذکر است. ششم، ذکر توحیدی سبب عظیم میشه که باز الله هم انسان یاد کنه. ذکر توحیدی سبب میشه که الله همی بنده خدا یاد کنه. سبحان الله. الله متعال میگه فذکرونی، پس شما مرا یاد کنین با طاعت و عبادت، اذکرکم، باز من شما را یاد میکنم به رحمت و مغفرت، باز شما را یاد میکنم. واشکروا لی، و شکر مرا بکنین، ولا تکفرون. سوره بقره آیه 152. امام طبری رحمت الله علیه چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه فذکرونی ایها المؤمنون، میگه الله میگه که ای مؤمنان یاد مرا بکنین به طاعتکم ایایا. چه قسم الله یاد میشه که انسان طاعت الله را بکنه؟ در چند چیز؟ در 12 چیز. در حاکمیت الله در چند چیز است؟ 12 چیز است. مثلا عبادت ها چند تا است؟ 6 تا است. چه قسم عبادت است؟ تیز بگوش. یگان ساده مادرش بسیار قاره بود، تیز زود بگو که یک دقیقه طال بیتی باز که سیلی میذارم. این استاد صاحب فکری، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، قانونی. آفرین. گونگه وار اشاره کن. هیچ نه؟ اینا یگان تا سر تخته استاد میکنم، باز دیگه چی میگه؟ با اونجا ما تا 6 تا رو نشته کردیم نه؟ باز میگن استاد اولش عبادت فکری قسمی نمیشه. عبادت فکری، قلبی، بگوین عبادت قلبی، زبانی،
بدنی، مالی، قانونی. بسیار خوب است. یعنی سیستم یاد گرفتن خوب. امی علم که هست ای علم است، آدم علم یاد میگیره، اما معلمی استادی هنر است. هر کس استاد شدن نمیتونه. شاگردی هنر نیست، اول نمرگی هنر است. فهمیدی؟ تو اول نمره شو که به سیستم درس یاد بگی که اما استاد کسی پارچه سهل کنه بگه ماشاءالله چه قسم 1 2 3 4 5 6. حالا ما که این درس برای شما قسم میدم نه، اگر امیری قسم 1 2 3 4 5 6 نگویم برای شما بسیار خسته کن تمام میشه. هفتمی چی بود؟ ذکر توحیدی معنی بزرگ گناه ها هست. الله متعال چی میگه؟ میگه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان از چی نهی میکنه؟ از فحشا و منکر. باز میگه ولذکر الله اکبر. لکن یاد الله بزرگتر است. یعنی اگر الله را یاد کنی بازی دیگه تر بیخی از فحشا بیخی تر زیاد حفظ میکنه. هشتمش الله متعال میگه باید آغاز و انجام هر کار با یاد الله بکنین. دمی سلام دادن هم که از در اسلام چی است؟ وقتی که اول یک کس را میبینی برش میگه السلام علیکم و رحمت الله، با یادش میتی الله را چی میگی؟ السلام علیکم. در آخر هم که هست در اسلامی خداحافظی و الله حافظت و خداحافظت و یگان در بازور میگه الله حافظ بازگش، اینا یا نیست. در اسلام که هست وقتی که رخصت هم میشی با چی رخصت میشی؟ السلام علیکم و رحمت الله. فهمیده؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقتی که نماز ادا کردین با یاد الله را استاده، نشسته و پهلویتان. فهمیدین؟ یعنی همیشه باید چی باشه؟ ذکر الله باشه. نوم ذکر توحیدی سبب تفکر میشه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بر کی است؟ صاحب القلب. چی؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. این کسایی که در کل حالات الله را یاد میکنن باز اینا هستن که تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. این سبب چی است؟ دوم ذکر توحیدی قرین باید تمامی اعمال باشه. قرین چی معنی؟ یعنی پالوی هر عمل که میکنید در پالوی از باید چی باشه؟ ذکر الله باشه. فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. خود نماز هم که میخوانی خاطر یاد الله بخوانی. 11مش با یاد نام الله قلبهای مؤمنان در تپش و ترس میفته. صفت مؤمنان چی است؟ یکی خودش یاد کردن است، یکی با یاد دادن. تو یک گناه را میخوای بکنی، یک کسی که برات میگه که اتق الله، از الله بترس، نکوی گناه را. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انما یقینا المؤمنون مؤمنان الذين کسانی هستند که اذا ذکر الله وقتی که الله به یادشان داده شود. یکی ذکره یکی ذکره. فهمیدین؟ یعنی وقتی که الله برشان به یاد داده شود که نکو قار، نکو اصاب، نکو دو نزن، گپ چتی نزن، کار خراب نکو. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. باز قلبهایشان در چی میه؟ در ترس و تپش میه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی که آیات الله برشان تلاوت شود ایمانشان زیاد میشه. وعلى ربهم يتوكلون. و بر رب خود توکل میکنن. رسول الله صلی الله علیه و چه قسم ذکر توحیدی میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه مؤمنان و رهبر مؤمنان و رهبر ذاکرین و رهبر مجاهدین و رهبر دعات، در کل چیز رهبر است. در تطبیق تمامی انواع ذکر و عبادات. از کار صبح و شام داشت، مناجات های بعد از نماز صبح تا اشراق، بعد از نماز عصر تا شام، از کار شبانه و در تهجدش. این اگر ما براتون میگفتم شاید همی از ذکر 2-3 هفته دیگه دال میخورد. منتها باز میشه شما خودتان یک کتاب از به نام حسن المسلم.
که ترجمه شده به نام پناهگاه مسلمان. اگر این پناهگاه مسلمان را حفظ کنی و عمل کنی، ان شاء الله در جمله ذاکرین میشی. فهمیدین؟ نه این هست. قسم دومش ذکر چی بود؟ شرکی. ذکر شرکی چی است؟ که مشرکین امو یاد را که باید یاد الله را بکنه. در نشستن خود انسان وقتی که میشینه میگه الله اکبر، میخیزه بسم الله الرحمن الرحیم، میشینه سبحان الله والحمدلله. مشرکین به عوض نام یاد نام الله، نام عموم معبودای باطل خدا میکنن. الله متعال صفت از یارا چه قسم میگه؟ میگه و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی که یاد الله شوه، برشان یاد الله شوه، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه کسایی که ایمان نداره قلب از اینا اشمئزاز میکنه. باز اینا میگیم که علما اشمئزاز چی میگن؟ و اذا ذکر الذین من دونه، بازی مشرکا میگه چی عادت دارن؟ اما باز اگر یاد دیگرها را بکنی غیر الله را، اذا هم یستبشرون، باز چهره هاشون بسیار خوش میشن. انسانی که میگه در شرک مبتلاست وقتی که توحید الله را بگویی قهر میشه. چی معنی است که چی میگه علما؟ امام طبری رحمت الله علیه میگه که و اذا افرد الله جل ثناؤه بالذکر فدعی وحده، وقتی که الله متعال به افراد یگانگی یاد شد، فدعی وحده، به یگانگی الله دعوت شد. و قیل لا اله الا الله، و بر مردم گفته شد که او مردم نیست هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه الا الله. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات. میگه قلبای از اینا اشمئزاز پیدا میکنن. چی معنی؟ میگه و عنی بقوله اشمئزت نفرت من توحید الله. میگه انسانهای مشرک از ذکر توحید الله نفرت میکنن. چقدر سخت است. یگان جای توحید الله را بگی باز میگه شما توحید گفته میرین، توحید الله را بیان میگه، ما مشرک هستیم که برای ما میگیم. یک قصه دیگر را بگی. اشمئزت چی معنی؟ علامه طبری رحمت الله میگه نفرت یعنی نفرت میکنه. چی میکنه؟ از چی نفرت میکنه؟ من توحید الله. چقدر سخت است. و اذا ذکر الذین من دونه، باز میگه اگه یاد شوه بغیر از الله درباره مخلوقات گپ بزنی و درباره شعرا گپ بزنی و درباره فیلسوفا گپ بزنی، و اذا ذکر الالهه التي يدعونها من دون الله مع الله فقیل تلك الغرانیق الاولى و شفاعتها لا ترجى، بازی صفاتهای بتها بود که بت پرستا میکردن. باز اذ الذين لا يؤمنون بالآخره یستبشرون بذلك و یفرحون. باز میگن بسیار تو خوب آدم هستی، چه خوب بتای ما را یاد میکنی. یکمان تا که برش میگه که لینن کبیر اتو کرد، که مارکس اتو کرد، که ژان ژاک روسو اتو کرد، که سقراط اتو کرد. این حالا که باز این معبودای باطل و مخلوقات و طواغیت برشان توصیف شد، باز چی میشن؟ باز بسیار چهرهشان دیگه همون تو بسیار یستبشرون، یعنی در چهرهشان دیگه همون تو بسیار نرمش میگه. چقدر شما فهمیده هستین؟ شما چقدر باز دستار خودم تو میگن شما چقدر وسیع فکر هستین؟ شما لینن کبیرم، مارکسم، ژان ژاک روسو را یارم میشناسین؟ میشناسم. لعنت الله علیهم اجمعین و علی من تبعهم الی یوم الدین. آمین آمین. لعنت الله سر از اینا و سر پیروایشان که یار بسیار. ایده کجا ذکر شده؟ در جامع البیان فی تفسیر القرآن ابن جریر الطبری. فهمیدی؟ جز 20 آیت 218 در مکتبه شامل همطور است. بعض علما میگه بسیاری از متأخرین امت هم در این شرکیات چی شدن؟ گرفتار شده. مثل که در جاهلیت بود که مردم بت پرستی و قبر پرستی و سنگ پرستی و طاغوت پرستی و جن پرستی میکردن. مثل که در او اخلاط بود و عزا بود و منات بود و هبل بود. فهمیدی یعنی؟ آل هم بت‌های دیگه پیدا شده که از او کده او وقت 360 بت داشتن، آل 880 است.
یک عالم از بسیار یک عالم خوب عربی یاد داشتن چیزای از رو بشنوین. عبدالحمید کشک رحمه الله فوت کردن. او میگفت که ان لموسی فرعون، بر موسی یک فرعون بود، ولنا فراعنه، ما فرعون ها داریم. وقتی یک فرعون بود تکت تکت کرده بود امو پیروای موسی علیه السلام، آل فرعون هاست. خب ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم. سیکو میگه صفت از مشرکین چی بود؟ وقتی که نام الله با وحدانیت گرفته میشه باز یا کافر میشه. و این یشرک به تؤمنو، وقتی که باز با الله شریکام ذکر شود باز ایمان میاره. فالحکم لله العلی الکبیر. غافر 12. انهم، دیگه صفت از این مشرکین چی میکنه الله متعال در سوره صافات آیت 35، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. چی عادت ازش داشتن؟ وقتی برشان گفته میشد که لا اله الا الله، در مقابل از چی میکردن؟ تکبر میکردن. قسم سوم ذکر یا دعای عادی هست، اما ذکر عادی لغوی هست که چه قسم میشه؟ مثلا مثل که گفتیم یوسف علیه السلام رو نفر گفت که اذکرنی عند ربک، مرا یاد کن. یادی هست. مثلا یک کس را میگه فلانی را ذکر خیرش بکن، یا مثلا واذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کو در کتاب ابراهیم علیه السلام. این ذکر چی است؟ عادی هست. واذکر فی الکتاب موسی، در کتاب موسی علیه السلام چیز کن. خب در قسمت از ذکر یک قول بعضی از علما را ببین. علما چی میگن؟ مثلا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگن؟ میگه از شیطان و جاثم علی قلب ابن آدم. میگه شیطان می اما تو خوب دیگه خیمگک خدا سر قلب بنی آدم میپرته. فهمیدی؟ همین جسمک خدا چی میکنه؟ دمی کلیسی سر قلب خدا مار واره میپیچنه. فاذا صح و غفل وسوسه، وقتی که سهو کرد و غفلت کرد از یاد الله چی شد؟ دور شد. این وسوسه می. فاذا ذکر الله تعالی خنس، وقتی که یاد الله شد با چی میشه؟ فرار میکنه. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. این وسوسه کننده چی است؟ خناس میگن. چرا؟ وقتی که از یاد الله غافل شدی میایه، وقتی که یاد الله شد پت میشه میگروزه. حتی در کتابا میگه کمی آزان گفته میشه میگه شیطان میره ولهو درات. میگه وقتی که شیطان وقتی که به نام الله ذکر میشه میگه شیطان فرار میکنه، درد میکنه، گریخته میره. اینه چی شد؟ له ذرات. قال معاذ ابن جبل رضی الله عنه، میگه معاذ ابن جبل یک صحابی است. چی میگه؟ میگه ما عمل عبد عملا انجله من عذاب الله من ذکر الله. میگه در بین اعمال انسان او عملی که انسان نجات میته از ذکر الله کرده دیگر عمل بلندتر نیست. قال کعب ابن مالک رضی الله عنه من اکثر ذکر الله برأ من النفاق. کعب ابن مالک رضی الله عنه چی میگه؟ میگه هر کس که زیاد یاد الله را میکنه ایره الله براعت از نفاق نصیب میکنه، یعنی از نفاق ایره نجات میده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه الذکر للقلب مثل الماء للسمك. میگه ذکر برای قلب مثل چی است؟ مثل که برای ماهی آب است. ذکر برای قلب چی است؟ مثل برای ماهی آب. فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء. میگه اگر ماهی را از آب بکشی وضعیتش چه قسم میشه؟ قلب بی ذکر هم اینمی قسم. ماهی هم میمره و قلب هم بدون ذکر میمره. چقدر زیبا میگن. و علامه ابن قیم رحمت الله علیه میگه الذکر باب المحبه. میگه ذکر که از دروازه محبت است و شارعها الاعظم، سرک بزرگش است، و صراطها الاقوم، و راه بسیار مستحکمش است. ذکر چی فایده داره؟ میگه ذکر الله را کردی که اول ذکر الله شیطان طرد میکنه، خفکش میکنه. ذکر رحمان راضی میسازه، غم و هم قلبت پاک میکنه، بر قلب خوشی و سرور و راحت و گسترش ایجاد میکنه. پنجمش قلب قوی میکنه با بدن.
ششمش نور انسان ذاکر نورانی می باشه، قلبش هم منور می باشه، سبب رزق میشه. بر ذاکر هیبت و حلاوت و زیبایی چهره پیدا میشه، بر ذاکر محبت پیدا میشه، بر ذاکر مراقبت پیدا میشه، بر ذاکر انابت پیدا میشه، بر ذاکر قرب و نزدیکی به الله پیدا میشه. دروازه بر باز میشد از دروازه های رحمت، با هیبت الله در قلب از جای میگیره. الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. 16 انه یورث حیات القلب، زندگی قلب نصیبش میشه. قوت قلب انه قوت القلب و الروح، قوت قلب و روح است. جلاء قلب، امو جلایش قلب با ذکر ایجاد میشه، گناه ها را دور میکنه. وحشت بین، یعنی جدایی و دوری بین بنده و پروردگارش از بین میبره. و ذکر الله بسیار بزرگ است و بنده ای که اعتراف کرد به ذکر الله، الله متعال در سختی ها و مشکلات برش چی می باشه؟ همراهش می باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.